حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه یک شب خوابیده بودم. در خواب دیدم که در مسجد از پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز صبح را انجام می دهم. وقتی که از نماز فارغ شدم و از مسجد خارج گردیدم، در کنار در مسجد زنی را که با ادب تمام ایستاده بود دیدم که طبق پر از خرما در دست گرفته و با لحن مؤدبانه به من سفارش کرد که ای علی، این خرماها را بردار و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببر. من طبق را گرفتم و به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بردم و در خواب دیدم که حضرت دست مبارک خود را به سوی طبق دراز کرد و یک دانه از آن خرماها را برداشت و در دهان من گذاشت. وقتی که خرما را خوردم عرض کردم که یا رسول الله، بر آن بیفزا و دانه دیگر بده. قبل از اینکه پیامبر خدا یک خرمای دیگر به من بدهد از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اذان میگویند. از جایم بلند شدم و وضو گرفتم و برای نماز صبح به مسجد رفتم و از پس امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه نماز صبح را با جماعت ادا نمودم. حضرت علی رضی الله عنه می فرماید وقتی که از نماز فارغ گشتیم از مسجد خارج شدم و در کنار در مسجد زنی را دیدم که ایستاده و طبقی از خرما در دست دارد و به من سفارش و تمنا کرد که آن را به امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه بدهم. من هم در راه خدا خرماها را گرفتم و به نزد خلیفه مسلمانان عمر ابن خطاب رضی الله عنه بردم. وقتی که طبق را در پیش او گذاشتم امیرالمؤمنین دستش را به سوی آن دراز کرد و دانه از آن خرماها را در دهان من گذاشت. وقتی که طعم و حلاوت آن را چشیدم گفتم ای امیرالمؤمنین، دانه دیگر نیز به من بده که این خرما خیلی شیرین است. عمر ابن خطاب در جواب فرمود ای علی، اگر پیامبر خدا اضافه می کرد و دانه دیگر به تو می داد من هم به پیروی از او چنین می کردم. حضرت علی که در جواب حضرت عمر حیران شده بود فرمود ای امیرالمؤمنین، آیا تو نیز در خواب ماجرا را دیده ای؟ یعنی خوابی که من دیدم تو نیز آن را دیده ای یا از غیب خبر داری؟ تو چطور از خواب دیده ای من با خبر شدی؟ حضرت عمر فرمود نه خواب دیده ام و نه از غیب خبر دارم، لیکن خدای عزوجل قلب مؤمن را طور پاک و خالص میگرداند که با نور هدایت خداوند به اشیا می نگرد.